الان در شرایطی نیستیم که با ترسای کوچیکمون دست به یقه بشیم و اونجا گیر کنیم. ولی برای امروز بدون که خدا از طوفان‌ها استفاده میکنه تا من و شما رو برای جنگ‌های بزرگتر ورزیده تر کنه، چون اون میخواد شجاعانش رو به جاهای سخت بفرسته. داوود رو برای نمونه ببینید. از روزی که او برای پادشاهی مشق شده بود جونش در خطر بود. هنوز به پادشاهی نرسیده در به در و آواره بود. گاهی مجبور میشد به کشور همسایه پیش دشمنانی که خودش تو جنگ شکستشون داده بود بره پناهنده بشه. او می نویسه که چطور سیلاب‌های نابودی بهش هجوم آورده بودن و دیده که چطور خدا او رو بارها و بارها از مرگ نجات داده. او به یاد میاره که با دل شکسته چقدر پیش خدا رفته و دعا کرده. او به یاد میاره که کلمه از دعاهاش رو زمین نیفتاده و خدای او همه اون دعاها رو شنیده.